میدونیم که خوردن حلوای داغ با نون لواش چه لذتی داره، مخصوصا که یه لیوان چای داغ هم کنارش باشه. حالا بیا تا یه مدل نون و حلوای لاکچری در عین حال ساده رو بهت یاد بدم تا هم خودت از خوردنش کیف کنی و هم برای پذیرایی از مهمونات درستش کنی و لذت ببری. حلوای سنتی رو به هر روشی که بلدین آماده کنین. فقط یه مقدار از شهد حلواتون رو نگه دارین که باهاش کار داریم. نون لواش رو هم میتونید از نونوایی و یا حتی به صورت بسته‌بندی تهیه کنید. فقط بهتره که نونها به شکل مستطیل باشن. حالا نونهای لواش رو به صورت نواری برش بدین، یک مقدار حلوا رو با قاشق داخلش قرار بدین و همینطور که دارین میبینین شروع کنین به پیچیدن اونها. این حالت دقیقاً مثل پیچیدن سمبوسه‌های خونگیه. حالا احتیاج داریم به یه مقدار از شهد حلوا، پودر پسته و پودر گل سرخ. یه طرف سموسه‌های حلواییم رو توی شهد بزنید، بعد توی پودر پسته و یا گل سرخ، بعد هم توی ظرف بچینید. حالا برای اینکه ظرف سرومون خوشگل‌تر بشه، یه مقدار از حلوا رو داخل قیف بریزین و اینطوری روزت‌های خوشگل رو روی قسمت‌های خالی ظرفتون بزنید. من از ماسوره وانم استفاده کردم و بعد هم با گل خشک و پرک بادوم تزیین کردم و تمام. تو همین پست رو بفرست برای هر کسی که دوست داره حلواهای معمولیش رو یه جور جدید و متفاوت تزیین کنه. منتظر بقیه آموزشام باش.